سلام و درودی دوباره به تمام دوستان. به این ویدیوی من خوش اومدید. ممنون میشم برای حمایت از من. کانال رو سابسکرایب، زنگوله رو فعال و نظر و انتقادی داشتید تو بخش کامنت ها در خدمتم. بریم ببینیم امروز چی داریم. ویدیو اول رو ببینید از کاهش خدمت سربازی. اصل این حکم یعنی حکم کاهش مدت سربازی با اصلاحات صورت گرفته و با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی و در چارچوب تدابیر ستاد کل خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. خدمت سربازی به 14 ماه با آموزشی کاهش پیدا کرده و این خیلی خوبه. در صورت هر چیزی که اگه سربازی رو به صورت حرفه‌ای و اون چیزی که رایفی پور میگفتن بشه که خیلی عالی تر میشه. در صورت طرف 2 سال از عمرش رو توی جوانی علیکی به باد نده. ما که دیگه خودمون رفتیم و میدونیم این به باد رفتن عمر یه جوونه یه انسانه و چیز خاصی هم یاد نمیگیره جز چند بار تیر بزنه و دیگه بقیهش یا بیگاریه یا همسر این حرف هست. و بیشترم برای همینه که نمیخوان کمش کنن یا حرفه‌ایش کنن، چون دیگه نمیتونن از سرباز اونجوری که میخوان بیگاری بشه. دیگه این واقعیتیه و خیلی ها نمیخوان اینو بسیارن یا پارتی داشتن اونجا. به هر حال جاشون خوب بوده، ما که دیگه این دوره رو گذروندیم و لب مرز بودیم این چیزا رو از نزدیک دیدیم و میدونیم داستان چیه. خلاصه تو زمانی که ما رفتیم سربازی لب مرز 16 ها بود و یه دفعه یه قانون اومد که 3 ماه به خدمت سربازی اضافه کرد و یه عده شدن 21 ماهه، ما هم شدیم 19 ماه و حالمون خلاصه گرفته شد. ولی الان یه عده دیگه توی سربازی هستن دارن تصویه میکنن، خلاصه خوش به حالشون شد و خدا رو شکر انشالله که قانونی بیا از این بهترتر بشه و علیکی چیزی به باد نره. حالا اونی که میگه جنگه و اونی که میگه فلانه و دم جنگه و این حرفا، کسی که برای جنگ بخواد بره 2 ماه آموزشی رو تموم، اونم آموزشی حرفه‌ای، نه اینکه ببرن اونجا برو بدرو و امثال این حرفا بدن و سرباز اذیت کنن و بیچارش کنن. خلاصه این در رابطه با سربازی که خیلی عمالیه. بریم این فیلم رو ببینید. من می‌خواستم این جایزه رو تقدیم کنم به بزرگمردی که با اومدنش واقعا لبخند رو برگردونده، این که سینما رو دوست داره و فرهنگ رو. میدونم به این جایزه هیچ احتیاجی نداره، نه به لحاظ مالی نه به لحاظ معنوی، اما با دلم میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به جناب آقای رئیس جمهور حسن روحانی. همونجور که می‌بینید همون سیدی سیمرغش رو تقدیم کرد به جناب روحانی. حالا دوستش داشته یا هر چی دیگه، به هر حال تقدیم کرده و کسی هم ناراحت نشد و نگفت با حکومتی ها میگردن امثال این حرفا. ولی الانه که اینجا ببینید داریوش ارجمند، یکی از بازیگرای خوب کشور، با آقای رئیسی که دیدار میکنه، یا علی نصیریان، 2 تا استاد بزرگ توی هنرمندای ایرانی، ولی اینجوری میکوبن و اصلا من یه ذره از این تناقضی که دارن نسبت به اون آدم عالی، نسبت به این آدم اینجوری گارد بگیرن و نمیدونیم چطوری که از این تناقض جر نمیخورن. خلاصه اینم. حالا این آمار تیک تاک که در رابطه با فلسطین و اسرائیل، همونطور هم که میبینید اسرائیل یه 2 میلیون به زور که خودشون دیگه با یگان 8200 و بقیه پروپیمونه هاشون تونستن بگیرن، ولی فلسطین اینجوری و برای همین دقیقاً آمریکا بهش فشار اومده و آزادی بیانی که میگفته و دموکراسی که میگفته میخواد اینجا اجرا کنه و به تیک تاک داره فشار میاره. باید توی آمریکا ممنوع شد و میگه اگه هر چیزی که ما میگیم انجام ندی خلاص. حالا توی دوست عزیزی که میگی آمریکا دموکراسی هر چیزی آزاده،
اون چیزی که تو دوست داری رو میری اونجا میگی ضد حکومت، ضد فلان، ضد دین. آره اونا هم بهش احترام میزنن. تو جرأت داری برو اونجا در رابطه با آمریکا و در رابطه با اینجور مسائل حرفی بزن. اون چیزی که برای اونا مورد احترامه، برای اونا قوانین حساب میشه، در رابطهش برو حرف بزن. اینکه یه چیزی در رابطه با جمهوری اسلامی اونجا بگی این آزادیه، این نشون. و مثل همین قضیه تیک تاک خلاصه یارو رو بیچارش کردن و نمیذارن فعالیت کنه توی آمریکا. آزادی بیان ازشون فوران میکنه. در رابطه با این موضوع هم که وزیر کشور عراق گفته نیروهای عراقی مواضع مخالفان ایران را تحت کنترل قرار میدن. خیلی خوبه. وزیر کشور عراق در مصاحبه‌ای گفته بغداد اجازه نمیداد تا PKK بهانه حمله به خاک عراق شود و نیروهای عراقی کنترل مواضع مرزی مخالفان ایرانی را در دست میگیرن. عالی. و دیگه چند باری بهشون فشار اومده. خلاصه این داستانا که دیگه الان فهمیدن بچه روشون میگم. حالا این فیلم هم ببینید که مربوط به همینه و مثل اینکه گروگانگیری کردن از یه نوجوان ایرانی توسط گروه کومولو و دموکرات. بەڵە سڵاتان لێتون کاتان باش بینێرانی کۆبە ئەس من ئێستا لە بەردەم نووسینگەینەتەوە یەکگرتوەکانم UN وا دیارە کۆمەڵێک خێزانی ڕۆژهەڵاتی هاتوونەتە ئێرە دەڵێن کە سوکارمان دەژیر کراوە من دەمەوێت قسە لەگەڵ خۆیان بکەم بزانم داخوا کێشەی ئەوان چییە. مامەجان سڵاوت لێبێت. چییە و ئەو ڕسمە هیچ چییە بەدەستەوە کاکەگیان ئەمە مناڵێکن 14 ساڵی بووە لە تاریخی گوشی و ڕەسانەت سەینی یەزدانپەناوە ناوی گرۆیەکی تەشکیلداگەربا لە ناوی هەولێرە هاور گەسی دەستکێشیان کردەوە درۆ دەلەسە و مەسەن ئەمانە هاوردیانە لێرە 2 ساڵە نەتێڵن مەسەن کشەکە دەست ناکرد بێتەوە بۆ ماڵ ئەیدەنەوە پێمان ئەمەش زیندگیمان حرام بووگە. تۆ چەندە بێ قسەت لەگەڵ قسەکەی خۆتانە کرد؟ وڵای دەوری چل شەوەیە قسەمێرا نەکەوت لە مای 50 ڕۆژە مەسەن یەک دەفعە زەنگێکی سەوتی ئەدا و هیچ. ئەزان لەکوێیە؟ وڵا وا لە هەولێرە مەسەن بدەدێ لە پردیاوگن و داواکەن بێتەوە ناو خانەوادەی خۆی لە مەسئولانی هەولێر لە ئاغای مەزعودی بەرزانی لە نیەچیرەوان ئەم مناڵەوانە پێ بداتەوە خانەوادێکی 5 نەفەرین فەلەج بووین ناتوانین زیندگی بکەین ناتوانین بڕۆینە دەر ناتوانین خەرج دەربێرین ناتوانین چی بکەین ئەوە فکریە مناڵەوا لە دڵمانە. سلامەتی ئەمە کچ منە ناوی هاناز ئەم کچ منە 15 ساڵی وگە هات کەسەنەوە حەزب پارتی ئازادی بۆ لای یەزدانپەنا هر 5-6 مانگی دفعه تماس صوتی اگری نه خبرم هست چیه که نه خبرم هست نان اخوا چای اخوا نه خبرم هست چیه که چەندە بێ نەتبینیوە 4 ساڵە نەمدێ ئێوە داوای چیەکەن بێتەوە ناو خانەوادەکەی نۆ خانەوادە هەستەکەم بێت و لە ژر سایە خۆمان گەورە بێ هەستەکەم بێت و بۆلا خۆمان پێتان وایە لە ئەسیریان کرد بێ ینی نێڵم بێتەوە یاخود بەعزی خۆی لەوێ ناڵن بێت و خۆی ڕازیە بێت و ناڵن بێت و ناتوانێت بێژە تێمۆ چون وەختی بێژە تێمۆ جەزریەکەن مجازاتیەکەن چون یە دەفە گوشیان 10 مانگ لێ قەت کردو من وتم تێی تۆ دەنگی نەکەوتی دایگەن ئەم جارام قسە مەگە 10 مانگ گوشیان لێ قەت کردو تەماس سەوتیەکەیشیان لێ قەت کردو لە مەسئولینی کوردستان دواگەرم وەسام کەنیشکە منە بێتەوە خانەوادەی داجان چۆنی لە دروست باشە داواکاریەوە چی کوڕەکەی تۆ لە شوێ بۆ گری برادرم ولا شو روزم هنگریه به خدا شو روزم هنگریه به خدا بۆ چی ئەگری اولا را کلاگم چەند ساڵە نەتبینیوە دایە یه 4 ساله یه 4 ساله دەزانی کوڕەکەت لەکوێیە نه نه اولا همه هەولێر و همه زندان نمەزانم بە گوشیش قسەت لەگەڵ نەکردووە نامەی بۆ نەناردووی یکی ها پشتری ماشه لگندی قصه نکردی قصه نکرد ما شکرتن خدا دالگنه ئەو بە خۆی با حەزی خۆی لەوێ یاخود ئەسیر کراوە لەوێ اسیری آجوله ها زندان لەکوێ ئەسیر کراوە نمەزانم هاتراغ کا بەڵێ ئەوەی بینیتان کۆمەڵێک خانەوادەی ڕۆژهەڵات اینم از وضعیت کومولو و دموکرات و وضعیت این خانواده ها. حالا حرفایی که توی دوران 60 و 70 هم بود در رابطه‌شون بهتر میتونید درک کنید. اینجا یه دختر و پسر رو 4 ساله گروگان گرفتن و نمیذارن به خونواده‌شون سر بزنن و بعدش میگن ما جوانای کرد مردم کرد ما رو میخوان و آزادانه میان سمت ما. اینم از وضعیت اینا. خودتون دیگه از زبون یه پدر مادر کرد بشنوید که توی اربیل عراق رفتن و دنبال آزاد کردن
بچه هاشون هستن. الان چرا صدا از ایران اینترنشنال، BBC، نمیدونم رسانه‌های کردی، رسانه‌های بلوچی که دنبال تفرقه بودن و کردا رو نور چشمی میدیدن، چرا اینجا هیچ حرفی نمیزنن و هیچی نمیگن؟ خلاصه اینم از داستان اینا که به مردم کرد نشین دارن فشار میارن و دیگه مگه میشه این چیزا رو دید و بازم باور نکرد؟ دیگه از خانواده کرد نشین ها، آدمایی که اونجا دارن زندگی میکنن، بچه‌شون هم برای کار رفته بود اونجا ولی میگیرن و زندون میکنن و گروگان میگیرن. اگه یه ذره غیرت توی وجود بعضی از کسایی که به جمهوری اسلامی میگذارن باشه، به اینا هم خواهند پرید، وگرنه باید شک کنم به خودشون. این فیلم هم ببینید از ترامپ که چی داره میگه. حالا ما ترجمه‌شو میگیم. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath. داره میگه اگه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشم، حمام خون برام میندازم و مطمئن نیستم که دیگر انتخابات دیگری در آمریکا برگزار بشه. ترامپ و بایدن به جون هم افتادن و خلاصه دوتا از بی‌عقل‌ترین آدما دارن توی کشوری ریاست جمهوری میکنن که به قول خودش پلیس دنیاست و قوانین دنیا رو تعیین میکنه که کی چیکار کنه کی چیکار نکنه و چقدر سوتی چقدر گاف دادن. خلاصه البته این واقعیتشون هم هست، به خصوص بایدن. چرا یه دفعه اینا برد نمیشه ولی اگه رئیس جمهور ایران بگه ناهار خوردی امثال این حرفا، دیگه خودشون رو جر و جر میدن که آره اینا اینجوریه. شما اگه تناقض نداری و خلاصه خیلی واقعی گرایانه هستی و حقیقت طلب، اونا رو هم بگو. اینو میگی بگو ولی اون هم بگو. از بایدن هم بگو که امپراتور بادهاست. این فیلم هم ببینید از نوریزاده. اینی که هنوز اینا میخوان صدا بزنن، 2 نفر توی کوچه خودشون هم نمیاد بیرون، ولی اینا ادعای رهبری خلاصه میگه به روح پهلوی، میگه اینا 2 نفر تو کوچه خودشون نمیتونن صدا بزنن بیاد وسط و خلاصه ولی ادعای رهبری میکنن توی ایران که میخوان آره ما تجمع‌های میلیونی رو میندازیم و امثال این حرفا. خلاصه دیگه دوره رضا پهلوی به صورت کامل تمام شد و کسی دیگه حرفاشو حتی دوره‌وریای خودش دارن خطش میزنن، بهش میپرن تا بالا بیان. چرا؟ چون این آدم دیگه هیچ خواهانی نداره، هیچ اعتباری توی ذهن جامعه مردم اینوری اونوری نداره، بخصوص از روزی که همراه این صهیونیستان نشست و 2 دستی گور خودشو کند. این هم از سوستوپولی ما که داستانش اینجور. این هم از این رو پهلوی، رضا پهلوی که دیگه کارش تمام. و آخرم عده‌ای به همین حرف خواهند رسید که کسی جز رهبری الان روی ایران نمیتونه رهبری کنه و کسی جز سید علی نمیتونه روی ایران رهبری کنه. مقتدرترین آدمی که میتونه باشه، زنده باشه این آدم که جلوی ویران شدن ایران رو گرفت. این هم ویدیوی امروز بود. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، نماز روزهاتون هم قبول باشه و پیش عید نوروز رو بهتون تبریک میگم. دیگه ببینیم اگه قبل سال یه ویدیو دیگه باشه که میذارم، نباشم دیگه رفته بعد سال. و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونشم برای حمایت از من. سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت و نظر و انتقادی داشتید تو بخش کامنت ها بذارید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.